این مجموعه ویدیوها بنا به درخواست سایت فرارچارت تولید شده و استفاده از آن صرفاً به صورت رایگان و با ذکر نام منبع بلامانع است. به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزان و همراهان گرامی. در این قسمت از مجموعه ویدیوهای آموزشی نرم افزار موتیویو قصد دارم در خصوص روش ساخت ابزار سفارشی در این نرم افزار با شما عزیزان صحبت کنم. فکر کنم با مشاهده ویدیوهای قبلی متوجه این موضوع شده اید که نرم افزار موتیویو بسیار منعطف با قابلیت‌های بسیار فراوان هستش و یکی از قابلیت‌های دیگه این نرم افزار اینه که شما میتونید ابزار سفارشی خودتون رو ایجاد کنید. اجازه بدید در این خصوص مثالی مطرح کنم. من خودم شخصاً دوست دارم همیشه خطوط حمایتی رو به رنگ سبز ترسیم کنم و خطوط مقاومت رو به رنگ قرمز. در اکثر نرم افزارهای تحلیلی مانند تریدینگ ویو شما مجبور هستید مدام رنگ و یا ضخامت خطوط ترسیمی رو تغییر بدید که این کار زمان خیلی زیادی از شما خواهد گرفت و خسته کننده هستش. موتیویو به نوعی این مشکل رو حل کرده به این صورت که شما میتونید ابزار موجود در این نرم افزار رو به شکلی سفارشی تغییر بدید و همیشه از اون استفاده کنید. اگر از جلسه قبل به یاد داشته باشید من یک نوار ابزار سفارشی سمت راست نرم افزار موتیویو برای خودم درست کردم و ابزاری که زیاد ازشون استفاده میکنم رو در این نوار ابزار قرار دادم. اگر دقت کنید یکی از این ابزار لاین هستش که با استفاده از اون میشه خطوط روند رو در این نرم افزار ترسیم کرد. رنگ پیش‌فرض این خط همونطوری که مشاهده میکنید سفید هستش. حالا قصد دارم دو ابزار لاین سفارشی به رنگ‌های سبز و قرمز درست کنم و اونها رو در این نوار ابزار قرار بدم تا هر وقت خواستم خطوط حمایت یا مقاومتی رو رسم کنم بلافاصله و سریع بتونم از اونها استفاده کنم. اینم ابزار فیبوناچی ریتریسمنت هستش که میبینید خط اتصال این ابزار به رنگ سفید هستش و فیلد اطلاعاتی اون پس زمینه سفید رنگ داره و بسیاری از ترازهای این ابزار فعال و روشن هستش و تحلیل رو بسیار شلوغ میکنه و نیاز هستش که هر بار شما بسیاری از اونها رو در این قسمت غیر فعال کنید. و قصد دارم یک ابزار فیبوناچی بازگشتی سفارشی درست کنم که فقط ترازهای اصلی رو نشون بده و یه سری از خواصش با این فیبوناچی پیشفرض خود موتیویو متفاوت باشه. به یاد داشته باشید که سفارشی نمودن ابزار نه فقط مختص ابزار لاین یا فیبوناچی هستش بلکه تقریبا بر روی تمامی ابزار موف که در این لیست کشویی قرار دارن قابل اعمال هستش و امکان سفارشی سازی این ابزار در موتیویو امکان پذیره و با ساخت ابزار سفارشی میتونید از اونها به صورت دائمی و خیلی سریع استفاده کنید و این ابزار سفارشی شما را از انجام کارهای پرتکرار و خسته کننده خلاص میکنه. برای ساخت ابزار سفارشی یا کاستم تولز نیاز هستش که به منوی کانفیگر، پنجره پرفرنسز، در این پنجره بریم به برگه تولبار و در آخر زیر برگه کاستم تولز رو کلیک کنیم. با کلیک روی آیکون به اضافه پنجره اد کاستم تول باز میشه که در اینجا باید ابزار مورد نظر خودمون رو برای سفارشی سازی از این لیست کشویی انتخاب کنیم که در این آموزش قصد داریم دو ابزار لاین قرمز و سبز و یک فیبوناچی بازگشتی سفارشی ایجاد بکنیم. در ابتدا در فیلد نیم نام ابزار مورد نظر رو مشخص میکنیم، به طور مثال گرین لاین
در فیلد بیس تول باید ابزار پایه خودتون رو انتخاب کنید. همونطور که میبینید ابزار قابل سفارشی سازی از نظر نوع و قابلیت استفاده در این نرم افزار و در این قسمت طبقه بندی شده و شما به راحتی میتونید ابزار خودتون رو در این دسته ها پیدا بکنید. این سه فیلد رنگ آیکون اون ابزار رو مشخص میکنه. برخی از ابزار هستن که آیکونشون یک قسمتی مثل همین لاین هستش که اینجا رنگ سفید براش انتخاب شده. بعضی ابزار آیکون دو رنگ دارن و برخی سه رنگ که در ادامه با مفهوم اون بیشتر آشنا خواهید شد. قصد دارم رنگ این رو سبز انتخاب کنم، یعنی آیکونی که در نوار ابزار ظاهر خواهد شد به رنگ سبز خواهد بود. روی کاستم کلیک میکنیم. این قسمت ها رو میتونید استفاده بکنید. بریم قسمت فرمت، بیشتر با اینجا کار داریم. در این قسمت رنگ خط رو سبز میذارم و ضخامت اون رو روی 1.5 تعیین میکنم و حالت خطچین باشه. اوکی، اسمشم رو که مشخص کردم و این ابزار سفارشی در اینجا ساخته شد. ابزار دومم رو درست میکنم. رنگ آیکونش رو قرمز میذارم. در قسمت کاستم رنگ اون رو دوباره قرمز تعیین میکنم. ضخامت 1.5 و این هم به صورت خطچین باشه. ابزار دومم رو ایجاد کردم. قرار هستش که یک ریتریسمنت سفارشی ایجاد بکنم. در فیبوناچی ها ریتریسمنت رو انتخاب میکنم. توجه بکنید که آیکون این ابزار دو رنگی هستش. یکی خط پایه این ابزار هستش و ترازهای اون. خط پایه اون رو به طور مثال رنگ آبی انتخاب میکنم و خط ترازهای آیکون رو، حالا خیلی مهم نیست، فقط برای اینکه با عملکرد این فیلدها آشنا بشیم رنگ رو فکر کنم، حالا اگه درست گفته باشم، طلایی گذاشتم. در قسمت فرمت خط پایه رو به رنگ صورتی، ضخامتش به نظر من خوبه و از این نوع خط چین باشه و اون قسمت فیلد اطلاعاتیش رو من رنگ، بیایم به نظر من اینجا میبینید دیگه رنگ جاریش رو با رنگ جدیدی که شما دارید انتخاب میکنید در حالت مقایسه‌ای به شما نشون میده. اوکی، فکر کنم همین رنگ مناسب باشه. حالا در استفاده باید دید که این رنگ بندی ها به چه شکل خواهد بود. حالا اینجا من 3 تا ابزار سفارشی ایجاد کردم. شما میتونید چندین ابزار سفارشی رو ایجاد بکنید و از اونها در تحلیل‌های خودتون استفاده بکنید. هرگاه خواستید تغییراتی در اون ایجاد بکنید فقط لازم هستش اون ابزار سفارشی رو انتخاب بکنید، روی آیکون مداد کلیک بکنید و اون تغییرات مورد نظر خودتون رو مجددا بر روی اون ابزار اعمال بکنید. اگر ابزاری رو دیگه نیاز نداشتید با انتخاب اون و کلیک روی علامت ضرب در اون رو از این فهرست حذف کنید. قرار هستش که این ابزار رو به نوار ابزار سمت راست نرم افزار موتیو ویو که این رو در جلسه قبلی به طور کامل برای شما تدریس کردم اضافه بکنم. به قسمت تولبار میرم، نوار سمت راست رو انتخاب میکنم. در اینجا دنبال ابزار سفارشی که اینجا هستش میگردم. حرف G به نام گرین لاین رو پیدا میکنم. این رو با موس میذارم زیر این قسمت. بعد یه رد لاین داشتیم، این رو هم میذارم اینجا. یه فیبوناچی ریتریسمنت، فراموش کردم بعضی از این ترازهای فرعی فیبوناچی بازگشتی رو غیر فعال کنم. به طور مثال این تراز رو نمیخوایم، این رو نیازی نداریم، اینم همینطور.
اینم همینجور و این و این و این. فکر کنم در همین حد کافی باشه. حالا این رو هم حذف میکنم فعلا. اوکی. ترازها رو هم اصلاح کردیم. فیبوناچی رو این آشش. این رو هم بذارم بالای قبلی، جابجاش کنم، اپلای و اوکی. مشاهده فرمودید که دو ابزار لاین سفارشی به رنگ سبز و قرمز و همچنین یک فیبوناچی بازگشتی رو اینجا ایجاد کردم. حالا بیایید ازشون یه استفاده هم بکنیم. خط روند حمایتی به رنگ سبز، بیایم بندازیم به سمت راست. این خط حمایتی، حالا خط مقاومت هم به طور مثال این حالت. خیلی راحت و سریع شما از این خطوط استفاده کردید بدون اینکه بخواهید تغییر رنگ یا فرمت این خط رو عوض بکنید. ترازهای اضافه حذف شدن، این خط چین شده دیگه، از حالت سفید و پیوسته خارج شده. پس زمینه این خیلی مناسب نیست. میایم دوباره توی کانفیگر، پرفرنسز، تولبار، کاستم تولبار و این قسمت میریم پس زمینه اون رو به نظر من این رنگ باشه بهتره. ضخامتش هم یه مقدار بیشتر کنیم بازم بهتر خواهد شد و فکر کنم حالت آلت کالرز هم باشه دیگه خیلی عالی بشه. من این رو حذف کنم. خب یه بار دیگه امتحان کنیم اینو آیا تغییرات ما اعمال شده. خب مشاهده میفرمایید رنگ پس زمینه این تغییر کرد. این حالت خطچین ما ضخامتش بیشتر شد. ترازهای کمتری رو اینجا مشاهده میکنیم و هر تراز دارای رنگ خاص خودش هستش که همون فیبوناچی آلترنیت کالرز رو ما انتخاب کردیم و رنگ بندی هر تراز متفاوت از رنگ بندی ترازهای دیگه هستش. امیدوارم که این ویدیو هم مثمر ثمر واقع شده باشه. ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید، کامنت بگذارید و اگر پیشنهاد، سوال یا انتقادی دارید در گروه پیروز تریدر دیسکاشن مطرح بفرمایید. خیلی خوشحال میشم که من رو در گسترش و انتشار این ویدیوهای آموزشی در سایر شبکه‌های اجتماعی یاری بفرمایید. همتون رو تا درس و ویدیوی بعدی به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.